Assalomu alaykum do'stlar aziz. Imrozangi navori mo darbora hamин Evra zabor meshawad. Ya'ni ki dar یک روز 50-60 metr to 70-80 metr girdor holatini bemalol mahkam karda megiradi. Ya'ni ki qulay hast ham bo teztar girdor holatini mahkam karda megiradi. Akunun bisor gap namazanam darborаш kamtor ma'lumot metem. Xo'p, narxosh chiqil است، razmerish chand bachchan shida است do'stlar aziz. Xo'p, برای شما hozir 2 metrash gap zada merim. Ya'ni ki har یک talish 50 سانتی است. hozir در اینجا بلندیش 2 متر است. تماشا کنید چقدر خوب اومدگی. بلندیش 2 متر است، درازش 2 متر. نرخش 350 سومون تا 15 کیلومتر. دستافکش رایگان است. یعنی که برای شما رسانیده میدهد. رایون کالخوزآباد، جینیکول، رایون خمسنگی ناحیه جایخون دستافکش 20 پلات نه. تو هم مرکز اگر ای 15 کیلومتر داشت دورتر شید با یک گونسم داخل می شود. حاضر ما این حال قرار داریم در ناحیه جوادین بلخی کالخوزآباد، یعنی که دهه ورشت‌آباد می شود دوستان عزیز. بسیار کس میگن اگه مدت 2.5 مترش بلنده در کار 2.5 مترش یعنی که 5 تا لیست می شود 2.5 متر یعنی که 5 تاش 420 سوم می شود دوستان عزیز و یعنی تو 15 کیلومتر دستافکش رایگان. برای شما کدام گلوش کدام دیزاینش معقول باشد نرخش یک خیلی است بی‌مالال شما خریداری کرده میگیرین. این زبارمون بیتونی میشه دوستان عزیز، برای شما بسیار سال خدمت میکند. حاضر ما سیخ میدیم در اون سیخ دا کارگارو کار کرده است، در اونش چند قسم این خوش کرده است، سیماش چقدر است، صفاتش چقدر است، همش برای شما فهمونده میتیم. اگر برای شما کراسکا کردن هم در کار باشد دوستان عزیز، کراسکاش هم کرده میتیم برای شما قطعی استاد دگاور کرده میگیرین. اگر استاد هم در کار باشه برای چیندن بی‌مالال رقم ها در زیر نوار هست، زنگ زده مراجعه کرده میگیرین. خب دوستان عزیز این پرا ای طرفی کالخوزآباد اومدم دوستان عزیز، بازارچه ورشت‌آباد نرفته. اینجا زبار پلاکتشون هم موندگی است. این پرا دا باشد اینا نگاه کنید چیش هست، دیزاینش قدیره دا موندگی. اکنون از سیخ میریم در سیخ چه کار کرده است همش برای شما فهمونده میتیم. اینا یورو زبار موندگی قدیره اینا بعد 100 متر بازارچه ورشت‌آباد است دوستان عزیز. خلاص از این سیخ دا بچه‌ها کار کرده است برای شما فهمونده با پراتر معلومات میدیم. حاضر اکنون اینا بچه‌ها کار کرده ایستادن. حاضر برای شما معلومات میدیم که در یک همین زبار 2 متر دا چند قسم سیمنت خوش میکرد برای شما میفهمونیم. خب اگه استو حاضر همین یک زبار دا یک 4 تا پلیته یک تا استویکش چند قسم سیمنت میرود اکا؟ یک قوبچه سیمنت قطعی 4 تا پلیته یا تا استویکا میبره. یک استویکا میبره یعنی که یک کامپلکت دا یک قوبچه سیمنت میرود. سیمنت کدام سیمنت اکا؟ خواکسی یون. خواکسی یون چند مارکش چند؟ 500 اکا. اینا دوستان عزیز بچه‌ها کار کردن در اونش سیماش مونده خشول کرده خدا خدا ان شاء الله صفاتش ان شاء الله خشول میبره. اینا دوستان عزیز برای شما سیمنت هم نشون میدیم. خواکسی 500 یک نزدیکتر میبریم. تماشا کنید. خواکسی 500 دوستان عزیز این پرازی اینا تیار کرده است. این اینجا بالای پادون دازید گلوش چپا کرده میگیره بخورم تا دورات. اینا تماشا کنید نو ریختگی است یا بار نشون میدیم. اینا تماشا کنید نو ریخته است دوستان عزیز. دو خط شروع کرده رفتن میگیره وزیر خفودم ریخته تیار کرده برای شما نشون میدیم. به مرحمت توماش هست در اینجا دوستان عزیز. اینا کدام گلش در کار باشد یک 4-5 تا با دیزاینش هست. اینا رکلام را تماشا کنید دوستان عزیز در پلاکت یک 40-50 نمود دیزاینش هست. کدامش معقول باشد بی‌مالال خریداری کرده میگین. نرخشون یک خیلی دوستان عزیز همه گلوش هست دو خط. این برای اینا کرپیچنی واریانتش هم هست تیار کرده موندگی صفاتش هست. یک ملاتوک میشید یک میسنجیدیم. اگه استو یک ملاتوک بیاره اگر یک ملاتوک میشید میسنجیدیم. تماشا کنید برای اینا با کرپیچنی واریانتش اینا مقصد صفاتش خوب است آمده بی‌مالال خریدار کرده میگیرین. این پاره اینا با دیکی کمی واری میتواد تماشا کنین. این پاره دیگه نمود شه با قریب هر دش یک خیلی است. ایش باشد اینا با یک دیگه نمود دیزاین شه. اگر وقتی که شما خریدار کرده باشید هم خیلی میشود به کراسکا کردن باشید تقریبا همون 2 مترش 150 سوم ممکن کراسکا دادید قطعی لکش برای شما با 2 سال 3 سال خدمت میکند. در اینجا با دیگه نمود دیزاینش اینا اوجه بالای گلشه تماشا کنید. یک بار قاویچش نشون میدیم یک 4.5-5 سانتی متر است. قاویچش تماشا کنید. هر یک گلوش درونش سیتکا موندگی یعنی که سی موندگی برای سیواسکا برای شکستن نرفتنش. این پرده اینا با یک دیگه نمود دیزاینش خلاص. یورو زبار استومش همین میشود تماشا کنید. هر یک درون استوم دا همین گونه سیم قطعی یعنی که سیم استعمال قطعی سیتکا کردگی که مقصد مستحکم شود. یک بار دیگه این نزدیکتر نشون میدیم. حاضر یوشا نو ریختگی نو خوک شده است.
همین نه ستومی همین زبار میشد یعنی که مستحکم است داخل این ستومون همین یورا زبار 2 مترشه یعنی که 2 متر در رشد چه گفتگیه خلاص زمین در گور کردن تون سون عزیز 80 سانتی متر تای زمین میشود 20 سانتی متر ما بالا میموند یعنی که تای فوندامنت ریختن تون بود دبافکا فوندامنت بریزن با مستحکم میشه خدا خیر یک تا اپلاوکا چرا مونده ریخته میگیرید خلاص 80 سانتی متر تای زمین میشود این استومون دوستان عزیز یورا زبار 2.5 مترش یعنی که استومون درازتر است اینم 85 سانتی مترش تای زمین میشود با 20-25 سانتی مترش میموند برای تایش تا فوندامنت کردن مقصد هر یک ستومش همون گونه دونشتا سیتکا موندگی برای مستحکم شویش دوستان عزیز هر یک یورا زبار دا همین گونه تنهای سی میموند تماشا کنین چقدر مستحکم میشود خدا خواهد خوب رفتیم اینا زبارمون تیار شد حاضر بالای پدون دا چپش میکنیم کوچ چکه میبره خدا خواهد این کرپیش وریانت چه بخیولان یا بسم الله الرحمن الرحیم انا اینا دوستان عزیز کرپیشنی وریانت مون تیار شد айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи ҷаводин балхи яъне калхозобод дар деҳаи вараштобод ин корхона дар райони вахшам филиал дорад дӯстони азиз дар даруни бозори сешанбе бозор дӯстони азиз рақамҳо ҳам дар зери навор ҳаст вайдам бемалол занг зада муроҷиат канем бемалол ауҷа рафта харидор кунада мешавад шумо аз райони вахшам бошад аз ҳамун даруни бозор даромада яъне ки бозор сешанбе бозор даромада бемалол харидорӣ карда мегирем нархошон як хеланд бемалол омада даромада харидор карда мегирем